شهیدزاده صاحب، شما که میگفتی که تیارا آمد و کمک میکنه و این نیروهای ما رسید، ما دیشب تا 3 امرات ارتباط داشتی، گفتی که میرسه کمک میکنه، کل جوانای جبهه به شهادت رسید. کجا شد کمک دولتتان؟ دولت کجا کمک؟ فقط جوانا رو به شهادت میرسنه. کلگی جوانا، کلگی جوانی ها کشتشی به شهادت رسید. کجا رسید؟ کجا کمک که دولت؟ ما که دیگه به مقام دسترسی نداره. شهیدزاده صاحب فقط میتونم راه تو کپ بزنه. تو نباید به این مردم یک کار میکردی، نباید این جوان ها رو که به کشتن میداد شما، همین دولت شما به کشتن میده این جوان ها رو. به جنا میگفتی اعلان میکردی همراه جوان ها ارتباط داشتی، میگفتی یلا کنی جیولوس والیر بره به عقب بره. ما که تشویق کرده به جنگ تشویق کرده، شما گفتی جنگ کنی، اینی با رویه بالا جنگ کنی، کلشان کشته شه. سلام، وقت بخیر برادرای عزیز. خدا کنه که جور و صحتمند باشین. عبدالباطن از پلیس اناردره هستم. مدت 3 روز میشه که ما در حالت محاصره قرار داریم و ما عایشه همه چیز خلاص کردیم، هیچ چیزی پرسنل نداره و نیم ساعت پیش یکی از پست های امنیتی ما سقوط کرده و پرسنل ما همه اکثریت زخمی شده و تا هنوز 3 روز شده که ما به مرکز فرا تا به کابل تا هر جایی که توانی که داشتیم ما شفر رسمی دادیم، مکتوب دادیم، سر و صدای خود بالا کردیم، ولی اصلا هیچ کس تا حال توجهی به ما نکرده و فعلا هم قماندانی در حالت سقوط قرار داره. از 4 طرف محاصره و جنگ شدید جریان داره و هیچ کسی هم توجهی نداره. از شما خواهشمندیم هر کدام به اندازه توان خود صدای ما رو برسونین تا همین مسئولین بیکفایت، همین مسئولین خائن که تمام مردم قربانی کرد، تمام مردم قربانی مافیایی و چوکی و جیب شخصی خود کردن، تا صدای ما برسه، تا یک بار حداقل اینا ننگ از اینا خو بگیره یا پیش وجدان خو بشرمن، شرم بکنن، از خدا بشرمن.